رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابوقتاده خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه داشتن 3 روز از هر ماه و روزه داشتن ماه رمضان تا رمضان سواب رўزاي تمام سال را دارد. از هر ماه هجری 13 14 و 15 ماه روزه نفل داشتن و روزه گرفتن ماه شریف رمضان ثواب 1 ساله را دارد. روزه ماه شریف رمضان تا رمضان آینده کفارت گناهان صغیره می شود. و این چنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفتند. در این روزها روزه گرفتن این از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. فيه تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان